زبان به شدت کند پایتون. تو سال 1991 بود یه بنده خدایی یه ایده خورد به سرش به نام خودو بن روسوم، همون هلندیه که قیافش هم شبیه مهندس مکانیکای بی‌حوصله است. زد که بیاد زبان پایتون رو راه بندازه. دلیلش هم واضح بود. گفت آقا ما خسته شدیم از زبان‌های داغ. یه چیزی میخوان که لااقل وقت کد زدن اعصاب به هم نریزه. هیتراش میگن اسمشو باید حلزون میذاش به جای مار پایتون. ولی خب اون اسمو از یه گروه طنز توی انگلیس برداشته بود. چون بنده خدا فکر می‌کرد قراره با پایتون بیشتر بخندیم تا دیوار کنیم. از همون اول معروف شد به زبانی که هیتراش هم مجبورن ازش استفاده کنن. به خودت بگیر پکیج فروش. میگن از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توش هست. ولی هر کی به اینا رو گفت حتما میخواد به دیسی بفروشه. ببین پایتون اینطوریه که همه چیزو نمیتونه هندل کنه. مثلا موتورهای بازیسازی AAA رو نمیتونه هندل کنه، الگوریتم‌های ریل تایم رو نمیتونه، پردازش‌های گرافیکی سنگین رو نمیتونه برنامه نویسی سطح پایین بده و مهمتر از همه توی مدیریت حافظه خیلی افتضاحه. دلیلش هم اینه که پایتون یه زبان سطح بالا، اینترپرتد و دینامیکه. برای همینه که نمیتونه کنترل دقیقی روی منابع سخت افزاری و سرعت اجرای بالا داشته باشه. پس نرو سمتش اگه میخوای یه همچی کارایی رو باش بکنی. آقا نرو، زوری که نیست که. به جاش هوش مصنوعی یادگیری ماشین باهاش عالیه، تحلیل داده و آمار باهاش خیلی فوق العاده است و اصلا مهمتر اسکریپت نویسی و اتوماسیون خیلی باهاش راحته. اصلا اون بنده خدایی هم که اومد این زبان رو طراحی کرد از اول هدفش این بود که فقط اسکریپت و آموزش باشه، ولی الان داره به هوش مصنوعی و اینا کشیده میشه. البته یه بدی داره، خیلی انعطاف پذیر نیست. یعنی شما همش مجبوری از اون دستور آماده ها استفاده کنی. برای تغییر الگوریتم اون دستورات آماده پایتون بهت اجازه نمیده. انتظار بیجا ازش نداشته باش. این بنده خدا از وقتی اومده همش داره با C++ مقایسه میشه. اگه این ویدیو برات مفید بود خوشحال میشم منو سابسکرایب کنی و لایک کنی که بازم بتونیم همدیگه رو ببینیم. فعلا